خب این هراکیری کوربه. باید ببینیم موسی چیکار میکنه. دو قسمتش کرده. این دو قسمت اینجا و یه قسمت هم اونجا. میخواییم بریم ببینیم موسی چیکار میخواد بکنه. قشنگ داره برای خودش سرو میکنه. خب الان خوشحاله. الان ببینید موسی خوشحاله. بعد از اینکه میخوره ببینید خوشحاله. این بعدش چیه؟ بشقاب بذارمش. تازه داره دنبال بشقاب هم میگرده. دستمون بشورم و بیام. خب آره بشور ببینیم. قهرمان جهان موسی حدادی خودشو آماده میکنه برای زدن یه ضربه میبینیم که میخواد بره این وزنه رو بزنه. و حالا میاد موسی میاد که بزنه بالا. ساکت. براش یه ماست و اینا بذاری. همه چی براش بذاری. آب و ماست آب و بیار. نه بذار سر کنه. برو عقب. خیلی خطریه این. آره بذار اونجا آب بیاد. آب بذار. نه همین بس. آره آب هم اینجا. یه لیوان بریزاریم. میریم داشته باشیم قهرمان جهان. و حالا میره که بالا بره. وزنه رو گرفته دم دستش. میپیچونتش. Kom igen Mossi, kom igen! Kom igen! Kom igen! اکلیگ مزش نکل تنده فقط ها اکلیگ خود گوشش آب بده بهش. اینا آب بده بهش. لیوان نه واسه مزش به خدا آب بده بهش. بیا اینجا لیوان بیا. این آب بده بهش. این آب بده. نه من بس هنوز تاکش نفهمیدی؟ آب بدترش میکنه. آره شیر باید بخوری؟ خود کربه اکلیگ انقدر گوشتش به قرآن. نپخته هنوز علی به قرآن. بذاریم اون یکی رو بپسیم. برو کنار. کیا میتونی بخوری یا نه؟ آره خب پس بیا اینا رو ولی چقدر اکلیگه شدش. آفرین شیر بهش بده. شیر ماستم اونجا هستش. ماستم هست. کچو پریسم خیلی اکلیگه گوشته دیگه نمیخورم خدایا. نمیخوری؟ خب پس قهرمان جهان این مونده. Nu kommer starkare. الان تندش میاد. لوت den där var. اینقدر موند. Jag gör mig lite خب اینم اینجا. حالا ببینیم آریان میخواد چیکار کنه. شدش اینقدر اکلیگ آریان. Vad jättelite till mig. Den är så äcklig köttet. بذار بپز الان میدم. آربین نمیخواید شما؟ در کنسیستنس گوشت رو استفراغ میکنی از کنسیستنسش نه واسه تندی. حالا آریان میخواد یه ذره شو بره بالا. Någon annan inte själv. آریان خوبه؟ ببینیم بس ببینیم. اوه آریان نه خیلی بابا چیزی نیست. Ge lite till. نمیتونه موسی. Kolla jag testar den. بیا I baba. برو بالا بینی. Kommer den här vara jättestark? نه این من اکلی شده. اگه نمیتونی نخور. خیلی اکلیگه نه شده. اگه نمیتونی نخور.
خوردی؟